تصور کنید در حال تماشای اخبار زنده هستید و گزارشگر با صدایی لرزان اما مسلط از غرق شدن یک کشتی لوکس خبر میده. اما چیزی که شما نمیدونید اینه که دختر خود اون گزارشگر در همون لحظه بین جنازه ها و آواره های کشتی گم شده. سال 1956 کشتی آندریا دوریا افتخار ایتالیا در مه غلیظ سواحل آمریکا با کشتی استاکهلم برخورد کرد. دماغه فولادی استاکهلم مثل یک خنجر 12 متر به پهلوی آندریا دوریا فرو رفت. در یک لحظه کابین‌های مسافران تبدیل به تلی از آهن پاره شد و صدای جیغ و وحشت دریا رو پر کرد. استودیوی خبر شبکه ABC آمریکا خبر رو به صورت زنده پوشش میداد. گزارشگر منتخب کسی نبود جز ادوارد مورگان. ادوارد درست چند دقیقه قبل از رفتن روی آنتن فهمید که دختر 14 سالش لیندا دقیقاً در همون کابینی بوده که برخورد صورت گرفته و حالا جزو مفقودین حادثه است. هر کس دیگری بود فرو میریخت، اما ادوارد پشت میکروفون نشست. اون با حرفه‌ایگری تمام خبر فاجعه رو برای میلیون‌ها نفر گزارش کرد، بدون اینکه حتی یک بار اسم دخترش رو بیاره یا نشون بده که قلبش داره از سینه کنده میشه. اون داشت مرگ احتمالی عزیزترین فرد زندگیش رو گزارش میکرد. اما در همون لحظات روی عرشه کشتی رقیب یعنی استاکهلم یک اتفاق غیر ممکن در حال رخ دادن بود. یکی از خدمه که داشت خسارت‌های دماغه در هم شکسته کشتی رو بررسی می‌کرد، صدای ضعیفی شنید که می‌گفت مامان. اون با چراغ قوه به لبه دماغه خرد شده نگاه کرد و چیزی دید که با عقل جور در نمی‌اومد. وسط آهنپاره‌های مچاله شده یک تخت خواب کامل قرار داشت و روی اون تخت دختری بود که به طرز معجزه آسایی زنده مونده بود. اون دختر لیندا مورگان بود. چطور چنین چیزی ممکن بود؟ وقتی دماغه کشتی استکهلم به پهلوی آندریا دوریا برخورد کرد، تخت خواب لیندا رو مثل یک قاشق بلند کرد و با خودش به داخل بدنه استکهلم کشید. وقتی دو کشتی از هم جدا شدند، لیندا و تخت خوابش روی دماغه کشتی قاتل جا مونده بودند. در حالی که اتاقش در کشتی قبلی کاملاً پودر شده بود، لیندا فقط با یک بازوی شکسته نجات پیدا کرد. به همین دلیل تاریخ به اون لقب دختر معجزه رو داد. داستان لیندا مورگان ثابت کرد که گاهی مرز بین مرگ و زندگی فقط به اندازه چند سانتیمتر جابجایی یک تخت خوابه. کانال ما رو سابسکرایب کنید برای روایت‌های عجیب‌تر.